سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم که جور و صحت سلامت باشین و تشکری میکنم از شما که ویدیو رو به دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا است و جان صابری می باشه که ویدیو به انتخاب چندین دوست ما آماده میشه. میریم شروع میکنیم دوستای عزیز. در شروع ویدیو میخوایم تشکری کنم از عزیزانی که ممبرشیپ خریدن از این کانال. دوستای عزیز، از شما ما تقاضا میکنیم که اگر امکانات دارین ممبرشیپ بخرین از این کانال تا که ما بتونیم کانال به پایش مترستاده نگاه کنیم. این کانال مصارفی از خودش داره دوستای عزیز که من 5 سال از خودم به تنهایی خود امی مصارف از این کانال میپردازم و بسیار دوستای کم ما هستن که ممبرشیپ خریدن که من از شما بسیار زیاد تشکری میکنم. اما ما میخوایم که از شما تقاضا داشته باشم که اگر امکانات داشتین لطفا ممبرشیپ بخرین و اگر نمیتونین امکانش ندارین ما کاملا متوجه هستم و درکتان میکنم. میریم شروع میکنیم دوستای عزیز. الهی در بگیره بالا خانه به غیر از 3 نفر کسی نمانه. این آهنگ مربوطه و جان صابری است که تمام شعرهاش مربوط از اونا است که یعنی دیگه کس نخونده این شعرها را. این آهنگ زیبا در فریجین اسکیل جور شده یا مون نوتای راگ بهروی است. اگر ما از اف بخونیم فریجین اسکیل ما یا مون نوتای راگ بهروی ما چه رقم شکل داره بر روی پرده های ارمونیا. البته باید بگویم براتون دوستای عزیز که من مریض هستم، یعنی یک هفته شده که بسیار گلوندرد شدید هستم. صرفا میکنم صدایم در جای خودش نیست. امیدوار هستم که براتون زیاد خسته کن نباشم. سا ری گا ما پا دانی سا سانی دا پا ما گری سا. آهنگ از اف ماینور کورد شروع میشه. پای ما را ما در 2 جای میگیریم اینطور و از اینی پس شروع میشه انترو. البته انترو و انترود آهنگ یک رقم است. عالم را یک انگشت میده می نوازم. آهنگ بعد از انترو استارت میشه بالای F ماینور کورد و آهنگ از گش شروع میشه. الهی در بگیر بالا خانه به غیر از 3 نفر کسی نمانه. یکی یارم دون قاصد یارم دیگش برال زار من بگیریم. عالم رو یک انگشت کار میکنم. الهی در بگیر بالا خانه به غیر از 3 نفر کسی نمانه. یکی یارم دون قاصد یارم دیگش برال زار من بگیریم. اینمی تمام آهنگ از دوستای عزیز. امیدوار هستم که ما تانسته باشم یک ویدیوی آموزشی با درد بخور آماده کرده باشم به خدمت شما عزیزان. ریتمی که در این آهنگ زیبا استفاده شده ریتم دادره هیراتی می باشه دوستای عزیز. میریم و در دادره هیراتی ما را تمرین میکنیم.